نظام الملک در سیاستنامه می آورد که نصر ابن احمد پادشاهی را به پسرش وامی گذارد و به عزلت نشینی و گوشه نشینی روی می آورد و تاریخ نگاران گردیزی، نرشخی، ابن اسیر و دیگران می نگارند که از میان 1 سال نگذشته نوح ابن نصر رسما به تخت می شیند. نصر ابن احمد 4 پسر داشت: اسماعیل، نوح، احمد و ابو جعفر. اسماعیل ولیعهد همون نصر پدرش بود، پسری کلانی بود و میان برادران اسماعیل و نصر و نوح بعضا همون چی میگویند دشمنان نظام انگیختند و برادران کمتر با همدیگر چی میگن تیز و تندی ها داشتند. ولی عهد اسماعیل بود و نوح میخواست که مثلا یک مرتبه والاتری داشته باشد. بله. در همین دوره به نگهبانی و تربیه اسماعیل احمد ابن حمدویه مشغول بود. این پسر حمدویه ابن علی انا سرلشکر خاندان اسماعیل، خاندان احمد و خاندان نصر بود و خیلی نفوذ اعتبار زیاد داشت و جوان خیلی خوشصورت و خیلی زیبا بود. از اسماعیل تقریبا 10 سال کلان بود. از اسماعیل پسر نصر کلان بود از ولیعهد و آنها بیشتر همدیگر خطی در شمشیر زنی و مثلا در اسب سواری و در مثلا در آموختن هنرهای جنگی و هنرهای مثلا علم و فن با همدیگر شین و خیز داشتند و در این میان بیشتر به اسماعیل همون برادرش نوح رشک می برد و از این خاطر احمد ابن حمدویه را نغمه می دید، بدبینی داشت نسبت به او. و از همین خاطر وقتی که اسماعیل بیمار می شود، اسماعیل ناگهان بیمار می شود و نصر احمد ابن حمدویه را نزدش می خواند و می گوید اگر مبادا به من یا اسماعیل یگان حادثه شد بدان که نوح به تو خیرخواه نیست، از بخارا برکنار شو که به یگان حادثه گرفتار نشوی. و واقعا وقتی که نصر ابن احمد از جهان گذشت و به جای او نوح به تخت نشست پسرش نوح، احمد حمدویه بخارا را بعد مرگ اسماعیل ترک گفت. اسماعیل از جهان گذشت برادر بزرگ نوح و برای همین حمدویه احمد حمدویه بخارا را ترک گفت و به آمل پناه برد. در آمل جاسوسا او را کفته یافتند داشتند، در آمل زندان کردند ولی نوح او را بخشید، او آزاد کنید و در همین میان نوح به تخت نشست و ناآرامی ها در مملکت سر داد. نخستین ناآرامی که در دولت سامانیان در عهد نوح سر داد این ناآرامی در خوارزم بود. پادشاه خوارزم، حاکم خوارزم عبدالله اشکم آشوب برداشت و میخواست که استقلال را صاحب شود. عبدالله اشکم خوارزم در هیئت دولت سامانیان بود و برای همین عبدالله اشکم آهنگ لشکرکشی به سمت بخارا کرد و در این میان به پادشاه ترکا به بلساغان و به اسفجاب نامه نوشت که به یاری من بیا، اگر ما لشکر یک جایه کنیم پسر تو در زندان نوح ابن نصر است، من پسرت را آزاد میکنم و به تو مرتبه های زیاد میدهم و پاره از زمین های سرزمین سامانیان را به تو میبخشم. نوح ابن نصر سرلشکر است بورس را، دو بورس است، بورس کبیر نه این بورس دیگر است. این لشکرکش ترک است بورس به مقابل عبدالله اشکم فرستاد. هنگامی که بورس به خوارزم نزدیک آمد در نزدیکی گذرگاه دریا بورس از دنیا گذشت، ناگهان گذشت و عبدالله اشکم لشکر زیادی خون داشته از طرف
بخارا آمدن خواست و نگران آمدن لشکر ترک ها بود. نوح ابن نصر که مرد زیرک و خیلی پخته بود، در حال 5 رسول به حاکم ترک ها فرستاد، به نزد حاکم ترک ها و اسفجاب بلاساغون گفت که من پسرت رو آزاد میکنم، لیکن یک حیله کن که همون عبدالله اشکم رو داشته به من ده. سرلشکر ترک ها این رو پذیرفت، نامه رو خونده، به رسولان پیغام داد که من اشکم رو، عبدالله اشکم رو داشته میدهم. عبدالله اشکم آهنگ فرستادن رسولان رو شنیده با عذرخواهی آدم فرستاد به بخارا، گفت گناه مرا میبخشید، من از خوارزم دست میکشم و همین خوارزم در اختیار شما و من از لشکرکشی برآمدم، از بحر لشکرکشی. این قدم زیرکانه نوح ابن نصر بود. او عبدالله اشکم رو بخشید، در بخارا نزد خود آورد که با یگان بار دیگر تیاری لشکرکشی نکنند، در دربار در گوشه جای داد. پسر حاکم ترک را که در زندان بود و در دوره پدرش به زندان افتاده بود آزاد کرد و در همین دوره آشوب‌ها در خراسان بالا گرفت، مخصوصاً در ری، در همدان، در تبریستان، در گرگان آشوب‌ها بالا گرفتند. نمایندگان خاندان حسین ابن علی که دعوای دولتداری و دعوای مثلا گرفتن همون پاره سرزمین خراسان را میکردند با نام حسن فروزان، آنها با آشوب سر برداشتند و نوح ابن نصر با مصلحت سروزیرش که محمد سلیمی مروزی نام داشت و تاریخ نگاران میگویند که بعد اون که در همون بخارا حرکت‌های قرمطیان بالا گرفت، نوح ابن نصر و وزیری و بزرگ وزیری سلیمی مروزی رو پذیرفت که او اول قاضی بخارا بود و در فتوا و در دادن مثلا همون تاریخ دین از او بالاتر کسی نبود. سلیمی مروزی عالم خوب بود، لیکن در مسئله همون دولتداری و بزرگ وزیری مثلا کوتاهی ها داشت. وقتی که سلیمی مروزی به تخت نشست، نوح ابن نصر به او سپارش داد که همون معاش دستمزد یا بیستگانی میگفتن، 20 تنگه، بیستگانی سپاهیان رو 2 برابر می افزایه، 2 برابر و میتیه پاداش به برگشته، یعنی 40 تنگه میتیه و جای 20 تنگه. وقتی که آشوب‌ها در خراسان بالا گرفت، در نیشاپور، ری، اصفهان، همدان، نوح ابن نصر به مرو رفت همراه سلیمی مروزی سروزیرش. در این وقت در مرو احمد حمدویه رو داشته بودند و احمد حمدویه رو همون مروزی سلیمی بدگویی کرد که این به همون مردم خرمتیان خراسان رابطه دارد. این بدگویی ها بسیار کرد و نوح ابن نصر مربی برادرش احمد حمدویه رو زیر خیمچه کشید و تاریخ نگاران میگویند آنقدر خیمچه زدن که بعد خیمچه زدن احمد حمدویه در عین جوانی مرد در زیر خیمچه. لیکن میگویند همون بدگویی های سلیمی مروزی دیر نپاید، خود او را هم 2 ماه بعد همون سپهسالاران ترک درخواست کردن، طلب کردن که او را به ما میدهیم و جزایش رو میدهیم. بهانه درخواست مروزی سلیمی این بود که او همون بیستگانی هایی که 2 برابر زیاد بود خزینه خالی شد، ولی تاریخ نگاران می نویسند که کسی خرسند نبود از همون سرلشکران، مثلا سرلشکران و سپهسالاران ترک. ابو علی چغانی، ابو علی سیمجور، ابراهیم چغانی و دیگران همه میگویند خرسند نبودن از این کردار. آمده درخواست کردند که به ما همون سلیمی مروزی رو بده. نوح تحقیق کرد که خزینه خالی 20 گانه 40 گانه شده است، 20 تنگه 40 تنگه شده است. سلیمی را پرسید، سلیمی گفت که در همون روی خطایی که من میتیم
همون تنگه ها رو کسانی که نیستن نامشون نوشتگی هست. من تحقیق کردم بسیاری همون سپاهیانی که هستن یا نابود شدن یا برآمده رفتن، لیکن سپاهسالاران همون مزد رو از من میگیرن. برای همین من بسیاری مزدها رو ندادم و سپاهسالاران ناراضی شدن و میگویند تاریخ نگاران که 60,000 به 60,000 یعنی 60 میلیون درم رفته بود است، 60 میلیون درم. لیکن سپاهسالاران ترک باز ناراضی هستند. آمدن ابو علی سیمجور، خراتگین ترک، الپتگین ترک دیگران آمدن که همین مروزی سلیمی رو به ما میسپاره و اگر نسپاره ما همراه ابو علی چغانی میشویم. ابو علی چغانی را نو از خدمت کنار کشید، بر کنار ماند و به جای او ابو ابراهیم سنجی سیمجور را حاکم خراسان گذاشت با مصلحت همین سلیمی. ابو علی چغانی آشوب برداشت برای آنکه مرا ناجا برکنار کردی. من به تو رای را گرفته دادم، همدان را گرفته دادم، تبریستان را مطیع کردم. حاکم رای رکن الدوله صرف را ورد به تو، به جای آنکه مرا رحمت بگوی مرا از کار برکنار کردی. بهانه این بود که وقتی که رای رو فتح کردن در این دوره رکن الدوله بویه وعده داد که من 100,000 دینار در این سرخ به دولت سامانیان میپردازم پیشکی، لیکن همون پول رو نپرداخت. این بهانه شد سلیمی مروزی ابو علی چغانی را بدگویی کرد و ابو علی چغانی را از منصب برکنار کردند و به جای او ابو ابراهیم سنجور را حاکم و والی مثلا خراسان گذاشتند. ابو علی چغانی از این شورید در قطار دیگر سپهسالاران ترک دعوای برکنار کردن سلیمی مروزی را نمود. آنها آمدند که یا سلیمی مروزی را به ما میتی در شهر مرو یا ما به مقابل تو آشوب میکشیم، لشکر میکشیم و بخارا را از دستت گرفته و دیگر آدم میسپاریم. برای همین نوچار ماند و سلیمی مروزی را به اختیار آنها سپارید. سلیمی مروزی میگویند تاریخ نگاران که در حوله که او را به اختیار سپهسالاران ترک سپارید دو سفیدار بلند بود. میگویند نوک‌های سفیدارهای بلند را خم کردند، دو پای سلیمی را یکی رو در یک سفیدار و یکی رو در سفیدار دیگر بستند و سفیدارها را سر دادند. میگویند و سفیدارها خسته سلیمی را دو پاره کردند. میگویند با وجود آنکه درخواست سپهسالاران ترک به جا آمد، آنها از نقشه خود دست نکشیدند. برای برکنار کردن همین نوح ابن نصر حرکت میکردند. ابو علی چغانی رفته نیشاپور را گرفت. ابو ابراهیم سیمجور والی گذاشته، والی نوگذاشته نوح ابن نصر را برکنار کرد و در موصل در عراق امروزه امکی نوح ابن نصر زندگی میکرد با نام ابراهیم سامانی. همون ابو ابراهیم سامانی را آدم فرستاد که بیا ما تو را در خراسان به جای ابو علی سیمجور حاکم میمانیم، حاکم خراسان. فرمان حاکمی خراسان را به ابو ابراهیم سامانی گرفته داد و او را آورده در تخت خراسان شناندند. در همه همون مسجدهای جامع نیشاپور و ری و مرو و مثلا دیگر شهرهای خراسان سپارش دادند که نام نوح را از خطبه برافکنند و به جای او نام ابو ابراهیم سامانی را بخوانند. این یعنی یک آشوب روی راست بود. برای همون ابو ابراهیم سامانی تقریبا 2 ماه در نیشاپور ماند. نوح ابن نصر آهنگ لشکر کشیدن به مرو نمود و در این دوره ابو علی چغانی پیش دستی نموده جانبدارانش را گرد آورد و سوی بخارا لشکر کشید. نوح ابن نصر از آمدن ابو علی چغانی مثلا آگاه نبود، برای همین در حال طرف سمرقند فرار کرد. ابو علی چغانی بخارا را گرفت. ابو ابراهیم
سامانی امک نوح را به تخت نشاند. مردم بخارا را مجبور کرد که به نام این خطبه میخواند و خودش مثلا در کنار شیشت و منتظر شد که چی می شود. ابو ابراهیم به طرف سمرقند رسولان خود را فرستاد به نزد نوح ابن نصر. گفت که من پادشاهی را گرفتنی نیستم، و من همون سرلشکری کافی است. تو اگر راضی باشی امکش گفت، امکش آدم فرستاد، رسول فرستاد به سمرقند به نزد نوح. به من سرلشکری کافی است، پادشاهی را به تو بخشیدم، تو به بخارا بیا و در تخت پادشاهی شین. من سرلشکری تو شده به مقابل ابو علی چغانی، به مقابل یعنی خواجه‌ای که او را به تخت نشاند مبارزه میبرم. خواجه از این آگاه شده ابو ابراهیم سامانی را از تخت برکنار کرد و برادر خردی نوح ابو جعفر محمد را به تخت نشاند. برادر خردی نوح خواست که نوح را برکنار سازند، چون که نوح او را از سرلشکری خراسان گرفت، در دل کینه داشت. برای همون ابو جعفر محمد برادر خردی نوح را در تخت شناند و مردم را مجبور کرد که امکش را برکنار کرد، برای که امکش خیانت کرد، یعنی زبان یک کرد به نوح. ابو جعفر محمد نیز 1 ماه یا 2 ماه پادشاهی کرد. در این دوران ابو علی چغانی از بخارا بیرون رفت، گفت که من به سمرقند رفته نوح را برکنار سرکوب می سازم. لیکن در نیمه راه به طرف چغانیان رفت، به طرف وطنش رفت و در این فرصت نوح ابن نصر از سمرقند لشکر کشید، آمد بخارای قریب به سپاه را ضبط کرده گرفت و امکش ابو ابراهیم، برادرش ابو جعفر محمد و برادرش احمد را حبس کرد، هر سه را حبس کرد و باز به تخت نشست و در اونجا یک توغان گفتگی حاجب دربار بود، توغان را همون زمان کشت که تو با چغانی ابو علی چغانی همدستی کردی گفته. توغان را درحال کشت و برادران و امکش را حبس کرد و آنها را بعد مدت بیرون برآورده، آنها را بخشیده بود. اول بخشید، آنها را برآورده چشمشون را کور کرد. ببینید که تخت چقدر همین ماجراها و تلاش‌های خانوادگی دارند و خاندان سامانیان گرفتار همین تلاش‌های خانوادگی گردید. مثلا بین برادران و بین امک و امکزاده ها همه وقت زد و خورد و تلاش بود که در مقابل همدیگر سپاهیان ترک را استفاده می بودند. چنانه که ابو علی چغانی، ابو علی سیمجور، منصور خراتگین ترک و دیگران همه آنها را به مقابل همدیگر استفاده می بودند. و در همین دوره مدت آرامی در بخارا پدید آمد. نوح ابن نصر به طرف خراسان لشکر کشید و بار دیگر نیشاپور را ضبط کرد. ابو علی چغانی به طرف بلخ گریخت، لشکر خون کرده باز به مقابل نوح ابن نصر از حاکمان ختلان، از حاکمان رشت، از حاکمان دیگر بلخ یاری طلبیده لشکر خون کرده، باز 4م بار یا 5م بار به مقابل نوح سامانی آمد. ببینید که نوح ابن احمد برادر ابو علی چغانی را که ابوالفضل چغانی نام داشت و کاتب دربار او بود و با نوح ابن نصر جاسوسی میکرد، واقعه‌های از سرگذرانده برادر کلونی‌اش ابو علی را با این می نوشت. تصادفاً دسته نامه ها به دست ابو علی افتاد و ابو علی دادر ابوالفضل را حبس کرده بود و وقتی که در یکی از جنگ ها ابو علی خفا نشست، این ابوالفضل را برادرش را آزاد کرده به بخارا آوردند و او را 9 سرلشکر ماند و در همین نبرد خرتنگ که در نزدیکی سمرقند در 2 فرسنگی سمرقند است، 2 برادر ابوالفضل چغانی و ابو علی چغانی به همدیگر نبرد آوردند، 2 ترک. و ابو علی چغانی شکست خورده خفا رفت و غالبیت نصیب مثلا 9 گشت با بهمان ابوالفضل چغانی برادر خردی ابو علی چغانی و این پیروز شد و با همین
شکوه و شهامت و لشکرکشی های ابو علی چوانی کوهید. ابو علی چوانی او درخواست نامه نوشته و با دلالت وزیر نوبتی او را بخشیدند و او به بخارا آمده در همون وطنش مدت زندگی کرد و در این دوره سپاهسالاری خراسان را به منصور قراتگین بخشیدند. منصور قراتگین یک مدت حاکمی کرد و به او سپارش دادند که حاکم گرگان خواست بوشمگیر را دستگیری کند در مقابل رکن دولت. این سستی کرد، این را هم برکنار کردند و نهایت ابو علی سیمجور حاکم مثلا همون دوره اینه خراسان تعیین شد. سرلشکر خراسان این هم ترک بود. اینها با همون مردم، با حاکمان خراسان زبان یک میکردند. میگفتند که من اگر دولت تو رو مثلا رای رو فتح نکنم چقدر مبلغ به من میتی؟ بله. حاکم رای میگه که مثلا 50,000 یا 100,000 درهم به تو میتیم، اون فتح نمیکرد. بله. و همین بهانه ها و این رسید فهمید که همین ابو علی سیمجور زبان یک کرده ایستورد به حاکمان همون خراسان. برای همین این را هم برکنار کرد. انا بکری فرغانی را حاکم ماند. بکری فرغانی نو در راه بود که سال 956 در عین جوانی همین نوح ابن نصر از جهان گذشت. او 13 سال و 3 ماه پادشاهی کرده بود و دوره پادشاهی او را یکی از دوره‌های پرآشوب‌ترین دولتداری سامانیان می‌نامند. در همین دوره آشوب‌ها، سرکشی‌های سپاهسالاران ترک، سرکشی ابو علی چوانی، سرکشی منصور قراتگین، سرکشی ابو علی سیمجور دیگران افزود، سرکشی الپتگین و دیگرها. اینها مثلا کوشش میکردند که همین منفیت خود را در عمل پیش گذارند. نظام الملک در سیاستنامه می آورد که الپتگین آنقدر ثروت داشت که او پادشاه دوم حساب میشد در مملکت. از حساب دارایی در همون مثلا پادشاه اگر ثروت داشته باشد، ثروت او از ثروت پادشاه افزونتر بود. و او غلامان او از غلامان پادشاه 2 برابر زیادتر بود. سپاهیانش از سپاهیان پادشاه زیادتر بود. چاروا و مثلا گرمابه و حمام و مثلا حرمسرای و مثلا کاروانسرای اینها در همه شهرهای مثلا اطراف ماورالنهر داشت. یعنی در همین دوره نفوذیابی سپاهسالاران ترک به حد می افزاید. با بهانه خرمتی بودن آدمان ثروتمند را کشته زمین و ثروت و سرمایه و داراییشان را صاحب می شدند. یعنی خرمتیگری یک تمغه بود که می چسباندند و آنها را مثلا برکنار می کردند. دوره پادشاهی نوح ابن نصر با وجود همه تلاش ها از زیرکی، از هوشیاری و بیداری برخوردار بود. او مثلا کوشش میکرد در بعضی لحظه ها سرلشکران رو طرف خود میکشید، میبخشید و مثلا به آنها پاداش میداد و کوشش میکرد که مثلا به خونریزی بعضی مسئله های دولتداری رو حل کند. لیکن از بس که وضعیت بغرنج و پیچیده بود، به همین نگاه نکرده بسیار دشواری ها در دولتداری پیش می آمد که من گفتم اسمش را. مثلا به تخت ابو ابراهیم سامانی را گذاشتن، ابو جعفر برادرش را شناندن که این مثلا یک حادثه نادر تاریخی است که پادشاه زنده را برکنار کرده در تخت کسان دیگر را میشنونند. این را همون سپهسالاران ترک ابو علی چوانی کرد. این قصه های تاریخی که می آوردیم برای آموزش خطاهای گذشته های ما، برای پند گرفتن از تاریخ، برای یعنی رسیدن به قدر دولت و ملت و زبان و فرهنگ خود و امروزیان پند میبخشد. پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان بیهوده نیست که همه وقت تاکید میکند که
تاریخ این روزنه آینده هست. بله. تاریخ روزنه گذشته را به ما میکشاید و روزنه آینده را به ما راهنمایی میکند. بله. از همین خاطر گمان میکنم که روزنه آشنایی به تاریخ این روزنه است که نسل ما را، فرزندان ما را، نبیره های ما را به گذشته آشنا میکند. مثل که روزنه تاریخ استاد، مثل که روزنه تاریخ روزنه شناخت است. روزنه خودشناسی هست. بله. سلامت باشید. بله. برنامه آینده درباره عبدالملک ابن نوح است. این پسر کلانی نوح ابن نصر است که این عبدالملک در میان فرزندان نوح ابن نصر ولیعهد بود و او به تخت نشست. شماره نوبتی ما درباره عبدالملک ابن نوح صحبت آینده ما خواهد بود. سلامت باشید استاد عزیز، سلامت باشید. یعنی که در مدت قریب 14 سال نوح ابن نصر پادشاهی کرد. بله بله، قریب 14 سال نوح ابن نصر پادشاهی کرد و چقدر که توانست، چقدر که ایمان و انصاف و امکانیت و اجازه داد، حد و حدود مرزی وطن را خواست که دفاع بنماید. همون تلاش کرد که همون سرزمین هایی که در دوره اسماعیل سامانی در خراسان بله. به اختیار اینها بود همون را بازگردانند. بله. همه تلاش هایش برای همین بود. بله. لیکن سپهسالاران ترک خیانت میکردند. بله. بله. و بعدا باز میگرداندند با از دست میدادند. بله. و همه تلاش های نوح ابن نصر به همین بخشیده شده بود.